30 فروردین سال 54 روزنامه کیهان یه تیتر شوکه کننده داشت. 9 زندانی در حال فرار کشته شدند. 2 تا از این زندانی‌ها از کادرای رده بالای سازمان مجاهدین خلق بودن و 7 نفرشون هم از اعضای بنیانگذار چریکای فدایی خلق. اما یکیشون بود که بیشتر از بقیه به چشم می اومد. بیژن جزنی، فلسفه خونده دانشگاه تهران، کسی که رهبری چریکا رو داشت و میخواست با سلاح و سیانور فلک رو سقف بشکافه و طرحی نو در اندازه. من زهرا فدایی هستم و امروز میخوام حکایت 9 گلوله‌ای رو بگم که 30 فروردین سال 54 تو تپه های اوین شلیک شد. روایت مرگ بیژن جزنی، مردی که بوی خون رو حس کرده بود. جزنی خانواده‌ای کاملاً توده‌ای داشت. پدرش حسین ستوان یکم ژاندارمری و مادرش عالمتاج کلانتری، هر دوشون عضو حزب توده بودن. حشمت الله و رحمت الله عموهاش، منصور و ناصر و منوچهر داییاش همشون توده‌ای بودن. تو دهه 20 پدر بیژن همراه فرقه دموکرات فرار میکنه میره شوروی. به روایت‌هایی هست که دنبالش بودن، مجبور میشه فرار کنه. حالا به هر دلیل بعد از رفتن پدر، بیژن و مادرش و 2 تا خواهراش ناچار میشن برن خونه پرجمعیت پدر بزرگ تو 400 دستگاه تهران زندگی کنن. منیژه خواهر بیژن هم مثل بیشتر اعضای خانواده عضو سازمان جوانان حزب توده بود. تو یکی از پیکنیک‌های حزب وقتی داشته بازی می‌کرده میدویده، یهو میفته زمین و قبل از اینکه بتونن دکتر بیارن بالا سرش فوت میکنه. با اینکه خانواده درباره این مرگ ناگهانی و عجیب حدسای مختلفی میزدن، اما علت واقعی مرگش هیچ وقت مشخص نشد. بزرگ شدن تو همچین خانواده‌ای با همچین سابقه سیاسی باعث شد بیژن از سن خیلی کم بشه عضو سازمان جوانان حزب توده. اما خیلی زود تو 25 بهمن 27 وقتی گلوله ناصر فخرآرایی جلوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران صورت محمد رضا شاهو زخمی کرد، بهانه شد برای اینکه حزب توده غیر قانونی اعلام بشه و به دفترهای حزب حمله کنن. اینطوری شد که اعضا مجبور شدن فعالیتاشون رو مخفی کنن. بیژن هم بیشتر بین دانش آموزا فعالیت میکرد تا اینکه بعد کودتای 28 مرداد دستگیر شد، اما چند هفته بعد آزاد شد. بیژن کلاً زیاد دستگیر میشد و آزاد میشد. میگن یه سری از این آزادی‌ها به خاطر این بوده که وقتی هنوز شناخته شده نبوده، وقتی ساواک دستگیرش میکرده خودشو با اسم مستعار معرفی میکرده، طبیعتاً چون سابقه ای نداشته زود ولش میکردن. تو همین زمان بیژن از توده‌ای‌ها برید. میگفت توده‌ای‌ها منفعلن، عملگران نیستن. اون از حزب توده برید اما دست از فعالیت‌های سیاسی نکشید. خیلی جدی ادامه داد. چندین بار دیگه هم دستگیر شد، رفت زندان، اما بعد یه مدت آزاد شد و اومد بیرون. دوباره از اول دستگیر شد و رفت زندان و اومد بیرون. بیژن هنر رو دوست داشت. استعداد نقاشی هم داشت، نقاشی می‌کشید، تابلوهایی هم ازش باقی موند. بعد از آزادی از زندان توی شرکت تبلیغاتی مشغول به کار شد که بتونه پول در بیاره. همزمان فعالیت سیاسی رو هم دنبال میکرد. آخرین سالهای دهه 30 همراه بعضی از دوستاش گروه‌های مبارز و سیاسی تشکیل داد. نشریه‌هایی هم منتشر میکردن. سال 39 با خانمی به اسم میهن قریشی ازدواج کرد. همون سالم با جبهه ملی دوم همراه شد. تا سال 42 چندین بار دیگه رفت و آمداش به زندان ادامه داشت. دهه 40 دهه پرفراز و نشیب زندگی بیژن بود. تو این دهه نشریه سیاسی پیام دانشجو رو منتشر میکرد. با کیا؟ با حسن حبیبی، بهزاد نبوی، هوشنگ کشاورز، هدایت الله متین دفتری
مجید احسن و منصور سروش که هر کدوم جزو گروه‌های دانشجویی متفاوتی بودن و عقاید مختلفی داشتن. سال 44 تو تدارک جبهه ملی سوم بود که همراه اعضای کمیته دانشجویی دانشگاه تهران که از جبهه ملی انشعاب کرده بودند دستگیر شد. تو دادگاه نظامی محکوم به 9 ماه حبس شد. تو همین سال پدرش که 20 سال تو شوروی زندگی کرده بود و احتمالاً خسته شده بود و دلش هوای وطن کرده بود، سپهبد مبصر رئیس شهربانی کل کشور رو واسطه کرد که از شخص اول مملکت درخواست عفو کنه. عفوش هم ظاهراً پذیرفته شد که تونست همراه منور خانم، اون خانم روسی که باهاش ازدواج کرده بود، برگرده ایران. میگن پدر بیژن بعد از برگشتن به ایران تو دانشگاه تهران مشغول تدریس شد و منور خانم هم تو دانشگاه روسی درس میداد. ستوان یکم ژاندارمری توده‌ای سابق انگار سرش به سنگ خورده بود و حالا فهمیده بود که سیاست پدر مادر نداره و میخواست این درس رو به پسرش هم یاد بده. اما نسل بیژن گوش شنوایی برای واعظای صبر و انتظار نداشتن. برای اونا حتی کسایی که با رژیم محتاطانه مخالفت میکردن هم زیر سوال بودن. بیژن جوون یه نامه نوشت به پدرش، اونو شماتت کرد و حسابی مورد عتاب و خطاب قرار داد. این زخم اختلاف بین 2 نسل بود که سرباز کرده بود. حالا این نسل جدید راه رهاییشو تو قیام مسلحانه میدید. نسل چپ تو دهه 40 دستخوش تغییر شده بود. ضربه هایی که دهه‌های پیش بهشون خورده بود جو ناکامی رو بینشون شکل داده بود و دنبال برنامه‌های تازه‌ای بودن. برنامه‌ای که یکی از مهمترین جنبه‌هاش مبارزه مسلحانه بود. همونطوری که بعدها خودش تو دادگاه گفت: در کشوری که همه درهای دموکراسی بسته می‌شود و همه درهای آزادی مسدود می‌گردد، اسلحه زبان به سخن می‌گشاید. بیژن کنار همه فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی هم داشت. اون مؤسسه تبلی فیلم و کانون آگهی پرسپولیس رو تأسیس کرده بود، کارهای تبلیغاتی انجام میداد و خلاصه بد پول در نمی آورد. میهن همسرش هم تعریف کرده که خونه زندگی شیک و مدرنی داشتن، مازیار و بابک پسراشون هم پرستار داشتن. همین زندگی مرفه باعث شده بود که مامورای ساواک دستش بندازن و به طنز و طعنه بهش بگن کمونیست میلیونر. پاییز سال 46 بود. بیژن دوباره از یکی از دستگیریاش آزاد شده بود که مراسم درگذشت جهان پهلوان تختی شد سرآغاز فعالیت‌های علنی گروهش. اونا یکی از بزرگترین گرد همایی‌ها رو شکل دادن و بعد از اون بود که افتادن دنبال تدارک لوازم مبارزه مسلحانه و تهیه اسلحه. بیژن تو جریان تدارک اسلحه با عباس شهریاری تماس گرفت. شهریاری یه توده‌ای بود که با ساواک همکاری میکرد. اینطوری شد که یه بار وقتی بیژن و رفیقش عباس سورکی اسلحه همراهشون بود، ساواک خیلی راحت دستگیرشون کرد. دادگاهی شدن. دادستان نظامی اول میخواست که محکوم به اعدام بشن، ولی بعدش دادگاه بهشون 15 سال حبس داد. میگن بیژن تو زندان حد زد اونی که لوش داده عباس شهریاریه. شهریاری یه سری اطلاعات دیگه هم به ساواک داد و ضربه هایی به گروه زد که باعث شد چریکای فدایی خلق ازش انتقام بگیرن و خلاصه در نهایت بکشنش. از گروه بیژن علی اکبر صفایی فرهانی و محمد صفاری آشتیانی برای آموزش چریکی و تهیه اسلحه رفتن لبنان و حمید اشرف جوانترین عضو گروه تو ایران موند تا عضوگیری کنه و گروه رو زنده نگه داره. حمید اشرف کسی بود که چریکا بهش لقب رفیق کبیر داده بودن. اون طوری سلطنت رو به تنگ آورده بود که پرویز ثابتی رئیس ساواک تهران تو کتاب در دامگه حادثه گفته هر وقت عواملی از سازمان چریکای فدایی خلق ایران دستگیر یا تو درگیری کشته می شدن، شاه می پرسید با حمید اشرف چه کردید؟ بیژن و همنسلاش مبارزه های چریکی و مسلح تو ویتنام و کوبا و کشورهای آمریکای جنوبی و فلسطین و الجزایر رو الگوی خودشون کرده بودن. میگفتن مهمترین هدفشون مبارزه مسلحانه برای مقابله با دیکتاتوری شاهه. بیژن انتظار داشت با مبارزه مسلحانه بتونه مانع‌هایی رو از میون برداره که دیکتاتوری سر راه مردم ایجاد کرده بود. سال 48
4 نفر از گروه بیژن جزنی یعنی سعید کلانتری، محمد چوپانزاده، عباس سورکی و عزیز سرمدی نقشه فرار از زندان قصر رو کشیدن. اما طرح فرارشون ناکام بود. بعد از این ماجرا بیژن تبعید شد زندان قم. بیرون از زندان 2 گروه جزنی زیا ظریفی و احمدزاده پویان به هم پیوستن و سازمان چریکای فدایی خلق رو تشکیل دادن. سازمانی که تو 19 بهمن سال 49 به پاسگاه سیاهکل حمله کرد و مبارزه مسلحانه علیه رژیم رو شروع کرد. اگرچه همه چریکا تو جریان حمله یا بعد از اون اعدام شدن، اما این حادثه ها یه مانور تبلیغاتی برای چریکا محسوب شد، چون تونسته بودن کل سیستم رو به ترس وادار کنن. اونطوری که عده‌ای همصدا با شاملو میخوندن و سوگواران دراز گیسو بر 2 جانب رود، یاد آورد کدام خاطره را با قصیده نفسگیر قوکان تعزیتی میکنند، به هنگامی که هر سپیده به صدای هماواز 12 گلوله سوراخ میشه. بعد از حادثه سیاهکل بیژن رو منتقل کردن زندان اوین. بیژن خیلی از جزوه‌هاش رو تو زندان نوشت و از طریق همسرش میهن بیرون میفرستاد. تو دوران زندان تابلوهایی هم میکشید که مهمترینشون تابلوهای سیاهکل و زندگی بودن. اینکه تابلوی سیاهکل چی شد و چی سرش اومد و آیا تا الان مونده یا نه، هیچ اطلاعاتی ازش در دست نیست. بیژن یه بار دیگه برگردونده شد زندان قصر. تو قصر خودشو دارای نظریه انقلابی و یکی از بنیانگذارای جنبش مسلحانه میدونست. اعتقادش این بود که مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری باید به 2 تا هدف برسه. اول اینکه بتونه نیروهای بالفعل رو با یه شعار و یه خط مشی متحد کنه. دوم اینکه بتونه توده ها رو بسیج کنه، یعنی مردم رو زیر نظر یه رهبر انقلابی مقابل رژیم به حرکت در بیاره. بعضی از همبندیاش گفتن که اون جزو اولین افرادی بود که همون اوایل پیش بینی کرده بود آیت الله خمینی از محبوبیت بی سابقه بین مردم، مخصوصا صاحبکارای خرده بورژوا برخورداره. با امکاناتی هم که برای فعالیت نسبتاً آزاد سیاسی داره، شانس بی سابقه‌ای برای موفقیت داره. بیژن همزمان که تو زندان بود خبرایی میشنید که خوشحالش میکرد، مثل اعدام سرلشکر فرسیو، رئیس دادرسی ارتش، یعنی همون کسی که سال 47 حکم محکومیت گروهش رو صادر کرده بود، یا خبر بمبگذاری تو دفترهای شرکت‌های نفتی آمریکایی، یا فرارای حمید اشرف با مسلسل از بامی به بام دیگه. 11 اسفند 53 شخص اول مملکت دستور داد تمام احزاب دولتی منحل بشن، به جای همشون حزب واحد رستاخیز ایجاد شه. بیژن همون شب تو زندان به یاراش گفته بود از این نعره ها بوی خون میاد. با اتفاقایی که بعدش افتاد انگار بیژن حقیقتاً بوی خون رو حس کرده بود. 4 روز بعد وقتی بلندگوی قصر اسم 40 نفر از گروه فداییای خلق رو برای انتقال اعلام کرد، بوی خون بیشتر و پررنگتر شد. بیژن رو به رفقاش گفت هرچی هست مسئله جدی و به ما مربوط میشه. اینو گفت و برای آخرین بار راهی تپه های اوین شد. شنبه 3 فروردین 54 روزنامه اطلاعات رو کیوسک روزنامه فروشی روبروی ستاد بزرگ ارتشداران تو خیابون کوروش کبیر خبر هولناک کشته شدن 9 تا زندانی رو هنگام فرار منتشر کرد. خبری که میتونست هر چپ و چریکی رو در جا خشک کنه. جزنی، زیا ظریفی، سورکی، چوپانزاده، جلیل افشار، کلانتری، سرمدی، ذوالانوار و جوان خوشدل همه کشته شدن و بدون هیچ مراسمی تو بهشت زهرا خاک شدن. برادر جوان خوشدل یکی از اون 9 نفر راجع به این اتفاق گفته پدر و مادرم حتی از محل دفن اون خبر نداشتن. ساواک نمی گفت. پدر و مادرم هر شب جمعه یه جای مشخصی تو بهشت زهرا میرفتن و میگفتن کجایی پسرم. بعد از انقلاب 57 وقتی از شهرداری محل دفن اونو پرسیدن، دقیقاً همون جایی بود که پدر و مادرم هر هفته میرفتن. عبدالعلی برادر سیدکاظم ذوالانواری، یکی دیگه از کشته شده های تپه اوین، در مورد بار آخری که همراه پدر و مادرش
از شیراز برای ملاقات برادرش به تهران می اومد گفته نگرانی شدیدی داشتیم و از سرنوشت سید کاظم بیخبر بودیم. جایی نبود. کسی نبود از او بپرسیم. فقط از نگهبان زندان میپرسیدیم و او هم لیست را نگاه میکرد و میگفت اینجا نیست. جایی برای شکایت و اعتراض نبود. 6 ماه قبل از اعدامش دیگر با او ملاقات نکردیم. محمد بلوری دبیر اون زمان روزنامه کیهان هم گفته خبر رو از پزشک قانونی گرفتیم اما همه میدونستیم دروغه. اونا موقع فرار کشته نشدن. ساواک منو به خاطر انتشار شعری درباره همین واقعه توی کیهان احضار کرد و گفت اجازه نوشتن جزئیات بیشتر رو نداری. اما واقعاً داستان کشته شدن جزنی و دیگران چی بود؟ تا زمان پیروزی انقلاب 57 با اون که رژیم کشته شدن زندانیان ضد امنیتی با دستای بستر و فرار اعلام کرده بود، اما برای بسیاری قابل قبول نبود. تا اینکه اول خرداد 58 فردی به اسم بهمن نادریپور معروف به تهرانی که از بازجوهای ساواک بود که مدتی قبل دستگیر شده بود، تو مصاحبه تلویزیونی اقرار کرد که ماجرای فرار اساساً دروغ بوده و این 9 نفر کشته شدن تا ازشون به خاطر عملیات متعدد مجاهدین خلق و چریکای فدایی خلق تو زمستون 53 انتقام گرفته بشه. تهرانی گفت پرویز ثابتی با اینکه تو این اقدام مستقیما مشارکت نداشت، اما هم مطلع بود هم مغز متفکر اون بود. ثابتی نقش خودشو تو این واقعه اما انکار کرده و گفته اون چیزی که تو این پرونده اتفاق افتاد همون چیزیه که روزنامه ها تو اون زمان گزارش کردن. داریوش همایون آخرین وزیر اطلاعات پهلوی هم کسی بود که کشتن جزنی رو جنایت میدونست. اون نوشته وقتی بیژن جزنی و 8 از سران چریکای فدایی خلق و با عنوان فرار از پشت به تیر بستن، خشونت حکومت به جنایتی آلوده شد که اثر خودشو بعدها ظاهر کرد. حکومت از حوزه خودش بیرون رفت و شیوه های گانگستری رو به خدمت گرفت. با همه اینا داستان تپه های اوین هرچی که بود آدمایی رو خاموش کرد که تو باور و ذهن خودشون با روش‌ها و شیوه هایی که بهش اعتقاد داشتن میخواستن عدالت بپا کنن. در نهایت بیژن جزنی 37 ساله آخرین طرحش رو نه روی بوم و با رنگ که روی خاک خیس خورده اوین با خون کشید. اما آیا اون واقعاً بوی خون رو حس کرده بود؟